به به رئیس یه ویدیو نشه. به 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 چه اینو وین پلاستیکی هم 479 470 فکر کنم یارو بالا باشه، بالا باشه، نمیدونم 30 40 اینا باشه. احتمالا مثلا آره 40. آره خواهشم ما این همه رو زدیم. جان فکر کنم ویژن 500 نشده، این فکر کنم نفر سومی چهارم. نه بابا حسام نفر یکم ریجن چند روز پیش یکم 800 خورده. این کی بود؟ کی بود؟ حسام چرا فرار کردی؟ 800 بود. آره بابا. یه کاور اگه منو بدین من برم. اینجا 600 چرا؟ ای کیل خورا. کی بود از ای کیل خورا. فقط کیل خوری. باشه. مثلا یارو به سیسش میخورد چیز باشه. این حمودیه احساس میکنم از همدورای اون خالده است. وای بچه من امروز یه چیزی رو چکم تو گیل وی آی پی، یکی از اسمش خالده ولی به انگلیسی. امروز متوجه. خب مثل اون خالد الفن داره دیگه، فنه اسمش رو برش اسم اکانتی که برام نه اوکی گرفتم وی آی پی خالد. آخ مطمئنم خالد بود. بدبخت مثل فکر کنم اون یارو بود فن خالد بود. آره احساس کنم منم همون دیس کرده بود. خالد اصلی اونه، همونه مثل بقیه عدا شده. آره دارم تا حسام دارم کشیم نه داشتم. دارم ای فندق من رفتم. کیل خود بزن زمین. وای مثل فندق زمین داشت نزن. زمین وای من نخورد. ای نخورد. وای 3 تا زدم. وای 20 تا زدم. نمیخوره. وای به خدا زدم، به پیر به پیغمبر دارم من میزنم بابا. وای هیچ تو ویدیو معلومه 20 بار یارو رو زدم. الدنگی به درد نخور. اون حساب نکرد به خدا همونه. آره فقط من موندم. مثل این عبودشونه. همون ریجن هست. بابا این ریجن پلاستیکیه که واقعا تو ریجنی؟ اگه تو ریجنی من چقدر بدبختم. عبودشون ریجنه درست. عبودشون همین ریجن. بدبخت ریجن. شاید دوریخی شاید دوریخ گیر کرد. ایشالله. چیکارش کرد؟ چیکار چیکار کردی؟ دیک شد. من یه هید 143 زدم نمیدونم چرا رفت تو زوم. فندق پرتاش شد بچه، پرتاش شد هی فندق. فندق بیا کیل خوری کن. نه البته کیل خوری میکنی. نه همین که نیستش کیل خوری میشه ازش استفاده کردن. از این فرصت استفاده میخوایم بزنین دیگه الان وقتشه. بیا دیگه. دوتاشون پرد. باتش هم امکان داره کیل خوری کنه. حواست. ساعت حامد همینجا انمی فکر کنم. این دراپر ولش کن. آه بریم. ای وای انمی توشه. دو نفر اینجا. کجا هستن؟ بالا بندازم نیدو. یه من مورد پایینه. انداخت بالا. ای آقا سر پنجره حساب کرد؟ با به خدا زنم. به خدا من سر بابا ریده این بازی. من 400 تا دمش دادم. دست پیش من فقط 3 تا 150 تایی زدم به یارو. این کیل خور الان اومد تازه. این چیه من نمی‌دونم. برو پایین. بهترین کار والا. متی برو پایین. اصلا جوری که این بدبخت نامیشه. کلا رفت علمه دیگه تلاش هم نکرد حتی یه نفر شاید بزنه. خوبه تلاش. نه مثلا اینو من همین امروز چک کردم انفور رو. این انفور برقیه 2 خط ریت و 1 خط دقته. از همین انفور لولی هم بهتره. 2 خط ریته؟ 2 خط ریت 1 خط دقت حساب دقیقاً مثل AUG است. من امروز اینو چکش کردم. ویدیوشو گرفتم. واقعا؟ آره. بذار منم بعد دست چک کنم. فکر کنم پاوراش بهترین اسکین نمیدونم مثلا بهترین اسکین در حال حاضره. این گانو به در نخور همین به در نخور. حامد همشون جای تو انا. هیچ کی دراپ نه. حامد من دورا دور دارم. بارم نمیشه یعنی. من این دوره چه
دوره تو یه خط دقت اصلا کجایی؟ ما دورا دور هوا تو دارم. مثلا فاصله بالا بگی صدا پاده یه دو اوه دو بالا نفر من تو پاده فندق جون. آره گرافا گرفتم ولی ماشاءالله. گرافا ای گرفت پاور کارو نم. دو نفر بودن طرف هیدشو زدم. وای فندق منو بگیر ابو سفیان. مرسی از کجا من گرفته شدم؟ نت ضعیف کی نت سریع گرفت ای دلغا متین نت ضعیفه ای وای اوریون 150 رفته فندق. دمیج بابا فیل و موشه. آها این گام بر من خرید. من میگم حسام یه تک بسه. ای مثل این سفیده رو ببین. انگار ریجن پلاستیکی هم نه ریجن ما فکر پلاستیکیشون مایی. آره شمال پلاستیک. مثل دبلی در خوب. نه حسام این دست نه این دست چی از این دست این آنی که گرفتم. سه خط میخوای؟ حامد خط؟ متین این چیه؟ وای از ماتریکس خارج شد. دمت گرم. آره این پرید از من پرید. نه ما خارج شد دیگه هم خارج شد هم پرید. بچا این گراپه مهمه رفتینم بگیرینش. چرا بگیرین سیتی داره مثل این دیگه توی زمین نیست این پرتابه. دمتو بدم مادر. شیت پاور پرون نزن دلغا. وای پرید این جفتتون. شیت خیلی دمش پدر مادر. وای دلغا. یکی پرید همه. دلغا. 30 تا. بابا نرفت دو وای ریپ شدن همش. چند نفر مگه با من یخ ندارم چرا؟ یکی دو نفر زدم. فلش گاد دلغک زاده حماله به درد نخور. با متین بیا متین چرا الان از ماتریکس خارج شدی؟ دبل یه لحظه وایسا حسام فکر می‌کنم شاید دبل ویکتور بگیرم. اومد متین اصلا 5 گل دارم. نه اوکی متین بگیر لطفا. دمت گرم. یه چیزی بس بده حسام. مرسی حسام. حسام پاور ماورا رو بگیر لطفا. مرسی. بچا تو رو خدا نخور اینا بولو ان اینا باید ویدیو بشن حامد چی؟ من خودم رو حسام زمین نیستم. داره دبل میزنه. دبل یه رفت بچا راش سگ. ماشاءالله. فندک زنده ای فندک. ها دو تا پرید. برو به ایگرگ نداره فندو. پارپارانه اشتباه زد. ابو سفیان یکی دیگه 150 دان به حسام بیا تو رو خود پرتاب تو ریلی داداش فشار رو یارو پرتاب شدم نه زیر پرتاب شد پایین زیر اون ها همینجا پرتاب پایین دیر نبود پایین بود فنی خوردی بهش فکر نکن بیا بچه برای تو این فرصه خط آوردم بنازم مثل من ای دبل میزنم بچه ها ریکوست بدیم میخواد دبل بزنه مثلا یه ظرفی میخواد دبل بزنه ایول حسن تو این سفیده رو گرفتی آخر دارم عزیزم آره متین بازی چرا مثل سفیدی آوردم سر چند تا یه زنگ براش حسن یه فرقه مثلا یه فرقه حسام مستر من بنفشه رو با یه 5 تا 2 تا سنگ و یه بنر بچا من میرم دورشو میزنم لطفا اگه میشه منو ها برو بالا منو داشته باشه از اونجا من میخوام برم دور بزنم کی رفت بالا آها ماشاءالله یه دستم فینیش شد فلشه رفت 150 تموم دور زدم تموم نه رفت فلش رفت فلش تلپاد رم ریدر شد بیا کجا زیرمون زیر خانق بیا اینجا میگم زیرمون دقیقاً شده کجا اینجامون خانق بزن ماشاءالله پاور نداره خانق بی پاوره ها دارم دور داشتم وای یه دبل آقا حساب زدم تموم نه کار جمع اسکواد جمع حساب هم جمع بیا فندق پینگ نه صدا پا وای چرا هیچی نمیخوره بگی منه جون مادر نیده کج پل ننداز
ای دلغک زاده به در نخوره بی خاصیت. بنده راست مثل من چه اون پشتم وای 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 شیت چقدر پلاستیکی خوردی یه لحظه من چه کنیم دلغک زاده چندم بود آنا ارزش داشت یا نداشت خیلی مف خوردیم بچه ها 3-2 بودیم عبود دلغک کجایی؟ عبود 19 هم بود 19 ای دلغک هلو پرید کنسل هلو پرید بریم یه بار دیگه شاید بهش بخوریم